بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده. انشاءالله در درس امروزه در مورد حکم حرف را انشاءالله درس میخوانیم، چون که حرف را خیلی زیاد بخش ها دارد و قانون هایش هم خیلی زیاد هست. برای همین من برای همین حرف را یک درس جدا گذاشتم. در درس قبلی شما در باره احکام لام لفظ جلاله و حرف الف یاد گرفته بودید. امیدوارم که همش صاف و واضح بود. این خیلی معلوم میشید که شما همتون خیلی خوب یاد گرفته بودید. و این چونین در آخری همین درس امروزه ما مشق را سر میکنیم انشالله با سوره فاتحه، یعنی تعوذ و بسمله را هم مشق میکنیم و سوره فاتحه میگذاریم. خب، صحیفه دوم، حالت های حرفی را. من در اینجا پیش از آن که در همین احکام حرفی را داخل شویم، من برای شما بعضی همین حالت های حرفی را گذاشتم که شما ببینید که را در چندین حالت ها بوده میتواند و وابسته از در کدام حالت هست ما برای حکم را میدهیم. تا حالا شاید شما فهمیدید که شاید یعنی برای زیادی حرف ها و مخصوصا برای همین سه حرف های مشترکی که من برای شما یعنی بیان کرده بودم، گفته بودم که سه حرف های مشترک می باشد بین تفخیم و ترقیق، یعنی بین حالتی پر خوانده شدن و خالی خوانده شدن. ما لام لفظ جلاله و الف را گذاشتیم و اکنون در بخش را هستیم. پس شما الکی شاید بدانید که در این درس ما آن حالتهایی را می‌آموزیم که را در آنجا پر خوانده می شود و حالتهایی که را خالی خوانده می شود. پس در اینجا ببینید که موضوعهای امروزه چیست. اولا حالتی که حرف رای مشدد و متحرک باشد. مشدد و متحرک را امیدوارم که شما میدانید چیست. اگر از یادتان برآمده باشد، مشدد حرفی را گفته می شود که در بالایش تشدید باشد و خود علامت تشدید به همین اشاره می کند که همین حرف در اینجا دو تا هست، تکرار شده هست. یکمش که یعنی مقدر هست، دیده نمی شود، همان حرفی ساکنه هست و دومش حرف متحرک هست. پس هر دو اینها را وقتی که جمع کرده می شود و یک بار نوشته می شود، بالایش شده گذاشته می شود و رای متحرک رای را گفته می شود یا خود متحرک حرفی را گفته می شود که بالایش حرکت باشد. خب این حالت اولی را هست که وقتی که را بالایش حرکت داشته باشد، یا اینکه یعنی وقتی که مشدد هم باشد بالایش حرکت می باشد. این یعنی واضح است. حالت دوم وقتی که را ساکنه باشد، یعنی که بالایش سکون داشته باشد. در آن حالت ما چی طور یعنی بفهمیم که را پر خوانده می شود یا خالی خوانده می شود؟ سوم، رای ساکنه که پیش از او ساکنه باشد، یعنی خودی را سکون دارد اما پیش از یعنی حرفی را وقتی که نظر میکنیم حرفی پیشترش هم ساکنه هست. یعنی که شاید شما کمک اشارتا فهمیدید که ما باید در حالتی که را ساکنه باشد حرفی پیشتری او را نظر کنیم و وابسته بر حرکتی که پیش از را هست و خودی حرفی را قانون بدهیم. اما در این بخش سوم سوال خلق می شود که اگر پیش از را هم سکون باشد، یعنی این در این حالت ما چی باید بکنیم؟ و این زیادتری اکثریت وقت در آن وقت پیش می آید وقتی که وقفه می کنیم. در حالت های وقفی در آخرهای آیه وقتی که ما وقف می کنیم و را گرچندی که ظاهرا حرکت می داشته باشد اما باید یعنی همچون ساکن خوانده شود، حرفی که پیش از او هم بیاید زیادی وقت سکون دارد. پس در این حالت چی باید کرد؟ و بخش چهارم رای ساکنه که پیش از او حرفی یا باشد. این یعنی بخش جداست که حکم خودش را دارد. و پنجم یک فایده اضافه هست که چون که شما یعنی قرائت امام حفص عاصم را یاد میگیرید، در یک جای قرآن ایماله وجود دارد و ایماله چی را گفته می شود و چطور باید خوانده شود، این را من برای شما خوب انشاءالله بیان میکنم. دوام میکنیم. این صحیفه سوم هست شکل اللسان عند نطق الراء المفخمة والمرققة. این از کتابی شیخ ایمن سوید هست. پیش از آن که داخل شویم من فقط میخواهم که برای شما این را پیش کنم که یعنی در کدام حالت را باید وقتی که را خالی خوانده می شود با ترقیق خوانده می شود، شکل زبان یعنی تخمینا چی طور هست و این چونین وقتی که را با تفخیم خوانده می شود
چطور یعنی زبان تغییر میکند؟ پس شما اهمیت بدهید که وقتی که ما را با تفخیم بخوانیم، یعنی در چندین حالت هایی که می باشد، هر وقتی که باید با تفخیم خوانده شود، با پرگی دهان باید خوانده شود، با غوصی دهان، یعنی وقتی که غوص کرده میکنید، غوص میکنید آواز خود را وقتی که میخوانید، پشت زبان با کام دهان خیلی بالا می شود. مثلا وقتی که را، او و غیره میگوید، همین انشالله تمرین هایی که می آید و مثال هایی که می آید، در وقتی که ما همین مثال ها را یعنی میگوییم، شما اهمیت بدهید که زبان شما چطور تغییر میکند و هنگامی که را با آسانی خوانده می شود، با ترقیق خوانده می شود، با قسمت خالی دهان خوانده می شود، در آن وقت آنقدر زبان یعنی بالا نمی شود. اما از جهت مخرج همه وقت یک می باشد. چنانی که می بینید مخرج را وقتی که پیش زبان بر ریشه های 4 دندان های بالا وقتی که می رسد، در آنجا از همانجا را تلفظ می شود و این را مخرج را گفته می شود. خوب، چنانی که با یاد دارید. اکنون دوام می کنیم صحیفه 4، حالت یکمی حرف را وقتی که مشدد و متحرک باشد. اولا اگر در حرف را، در خود حرف را اگر کسر باشد، را خالی خوانده می شود و اگر در حرف را ضمه یا فتحه باشد، را پر خوانده می شود. یعنی که قانون اولی همین است که وقتی که شما قرائت می کنید، اول باید ببینید که همین خود حرف را حرکت دارد یا نه. خود حرف را اگر حرکت داشته باشد، همون یعنی وابسته به همان حرکتی که بالا یا ما تحت را هست، شما قرائت میکنید و حکم میگذارید. پس این مثال اولی رو ببینید و انشاءالله تکرار کنید. ولو کریه. پس در اینجا ما یعنی توجه خود رو به همین رایی که زیر دارد به همین میدهیم. کری، من میگویم ری، نمیگویم روی. کریه، ری ری. و در اینجا هم رزقا، رزقا. فهمیدین؟ و طرزی نادرست می شود اگر من پر کنم رزقا، اینش نادرست می شود. اکنون اگر حرفی را با ضمه و فتحه اگر باشد پر خوانده می شود. پس در اینجا پر خواندن را اهمیت بدهید. در اینجا را سولون، رسولون. و یک خطایی که زیادی وقت می شود وقتی که شاگرد می خواهد که با تجوید تلاوت کند، بعضی وقت از سبب یک حرف به دیگر حرف ها هم تأثیر می دهد که این هم یک یعنی خطا هست. مثلا بعضی وقت زیادی وقت ها وقتی که همین را رو پر می کند شاگرد، نخست سین رو هم پر می کند و می گوید رسولون، رسولون. این نادرست می شود. باید را سو خوانده شود، یعنی خالی خوانده شود. سین چون که حرفی استعلا نیست باید خالی خوانده شود. رسول. و در اینجا ربک، ربک. و در اینجا ربک نادرست هست. در اینجا رسولون، رسولون. یا در حالت وقفه رسول، رسول. در اینجا سرورون، سرورون یا سرور. خوب، و ما نباید در اینجا خالی بخوانیم. اگر من خالی بخوانم می شود سرور، سرور، که این نادرست هست. سرور. و در اینجا هم رسول نادرست هست. رسول، رسول. دوام میکنیم. اگر را در حالتی ساکنه باشد باید چی کرد؟ چون که قانون اولی همین هست که خود را باید نظر کرده شود. اما اگر خود را با ما جواب ندهد، پس ما چی باید بکنیم؟ حرفی که پیش از را هست همان را نظر کنیم. اگر پیش از حرفی را کسره باشد، را خالی خوانده می شود. یستغفر لکم. در اینجا را هست و ما یعنی در اینجا دو واریانت هست. مثلا آدم میتواند که فیر بگوی، امین یعنی چندین واریانت ها هست. فیر، فیل، فیر، یعنی هر خیل خوانده می شود. اما طریقه درستش چیست؟ طریقه درستش یک هست. از جهتی که پر یا خالی خوانده شود، در این حالت باید خالی خوانده شود. فیر، فیر. اگر فیل، فیل خوانده شود این نادرست است. خب، یستغفر لکم. خب،
و اگر پیش از حرف را ضمه یا فتحه باشد را پر خوانده می شود. با جای ار من میگویم ال سل تو. خوب نمیگویم تر یا ترجعون. اکنون حالت سوم رایی که ساکنه باشد پیش از او ساکنه، یعنی که ما دو نقطه رو گذاشتیم. اولا خودی را باید ببینیم. اگر خودی را حرکت نداشته باشد پیش از را ببینیم. اگر پیش از را هم اگر ساکنه باشد در آن حالت باید چی کنیم؟ در این حالت بخوانیم اگر را ساکنه باشد و حرفی پیش از اون نیز ساکنه باشد، سوم حرف رو نظر کرده می شود که خالی خوانده می شود یا پر. در این آخر رو اگر ببینید در اینجا را هست با کسره و در اینجا هم یعنی را در آخر هست و در اینجا را در آخر هست. پس در اینجا ما اگر وقفه کنیم را چی می شود؟ باید همین حرکتی آخری را باید افتاد. خب که من با شما انشاءالله در آینده درس های آینده درس می خوانیم که در آخری آیت ها چی طور باید وقفه کرده شود و کدام حرکت ها را نمی خوانیم. خب پس در اینجا یعنی حتی که ظاهرا را ساکنه معلوم نمی شود اما در اصل از جهت تلفظ یعنی ساکنه می گردد. پس در اینجا همین حالتی که ما در اینجا پیش کردیم همین حالت پیش می آید. را خودش ساکنه می شود. پیش از را وقتی که نظر می کنیم پیش از را نیز ساکن هست. پس یعنی چی باید کرد؟ حرفی سوم را نظر می کنیم. یعنی که را حرف یکم، پیش از را حرف دوم و پیش از حرفی که پیش از را هست حرفی سوم. در این حالت ف حرفی سوم حساب می شود و ف چون که فتحه دارد باید را پر خوانده شود و اگر ف کسره می داشت خالی خوانده می شد. خوب و اگر ضمه می داشت پر. پس در اینجا چی می گویم؟ والفجر. خوب یعنی که را باید پر خوانده شود. والفجر نمی گویم والفجر، این نادرست هست. مثال بعدی لفی خسرین. پس در اینجا اگر موقفه کنیم چی می شود؟ را گویا که بالایش سکون می آید. پیش از را رو می بینیم هم ساکنه هست. پس حرفی سوم رو می بینیم که ضمه دارد. پس ما در این حالت هم را چی می خوانیم؟ پر می خوانیم. با جایی که خسر بخوانیم خسرو باید بخوانیم خسرو. خب این کمک دشوار هست. همگی در اول کمک در این خیل حالت ها خطا میکنه چون که یعنی یک حرف هست که متحرک هست، بعد حرف یکم که در اینجا سین هست خالی باید خوانده شود و حرف را باید پر خوانده شود و این خیل وقتی که پر و خالی یعنی پیوسته یک بعد از دیگر وقتی که می آید این خیل تست به یکم فاصله یعنی خیلی مشکل هست که بینشان صاف واضح یعنی فرق کرده شود. زیادی شاگردا در اینجا میگویند خسر یعنی سین را صاد میکنن یا سین را با تفخیم قرائت میکنن. باید در اینجا خسر یعنی سین خالی باید خوانده شود. خوب و در آخران مثال ولا بکرون. در اینجا هم اگر وقفه کنیم در اینجا چی می شود؟ کف هم یعنی ساکنه هست. پس ما با را نظر می کنیم. حرفی با کسره دارد و یعنی ما باید را یعنی چی بخونیم؟ با ترقیق. ولا بکر. خوب بکر می گویم او نمی گویم. خوب اکنون می گذاریم انشاءالله حالتی چهارم. رای ساکنه وقتی که پیش از او حرف یا باشد. اگر را ساکنه باشد اما پیش از او حرف یا باشد در تمامی حالت ها حرف را خالی خوانده می شود. یعنی که وقتی که ما خودی را نظر کردیم خودی را حرکت دارد. خب اگر نداشته باشد دوام میکنیم به نقطه دوم که حرفی که پیش از را هست او رو نظر میکنیم. اگر حرفی پیش از را حرکت داشته باشد وابسته به همان حکم میدهیم. اما حالتی سوم که در این صحیفه پیشتر بود این هست که اگر حرفی سوم هم اگر یعنی چی داشته باشد اگر حرفی پیش از را هم اگر سکون داشته باشد حرفی سوم رو باید نظر کرده شود. اما در این حالتی سوم یعنی در این صحیفه سوم یک حالت استثنایی هست و همین حالت این است که اگر حرفی که پیش از را اگر یا کی باشد اگر حرفی که پیش از را اگر یا باشد
یعنی ما حرف سوم رو نظر نمی کنیم که آیا فتحه دارد یا ضمه دارد یا فتحه دارد، چون که الکی وقتی که پیش از رای ساکنه اگر یا باشد را باید همه وقت خالی خوانده شود. خب امیدوارم که خوب فهمیدید. یعنی که حالت سوم، در حالت سوم یک حالت استثنایی هست که یعنی به حالت چهارم ما را می آورد و این همین هست که وقتی که حرفی که پیش از را اگر خودی را ساکن باشد، پیش از را هم ساکن باشد، ما حرف سوم رو نظر میکنیم این درست است. اما وقتی که حرفی که پیش از را اگر یا باشد حرف سوم بر نمیگذاریم، همین وابسته به همین یا حرف را رو خالی میخونیم. پس در این حالت ها هم ببینید که من یعنی همون مثال های را آوردم که را در آخر می آید. خب پس در اینجا وقفه، مثلا در اینجا هم وقفه و در این آخر هم وقفه. وقتی که وقفه شود را در اینجا ساکن میگردد، در اینجا هم ساکن میگردد و در آخر هم ساکن میگردد. خب پس اولا الى الى الطیر، در اینجا باید نقطه نباشد، اینها حذف، این خل باید باشد الى الطیر. خب در اینجا وقفه میکنیم. بس را ساکن هست، پیش از را یا هست. خوب پیش از را وقتی که یا رو دیدیم گرچندی که یا ساکن هست تا به تا نمیگذاریم، یا الکی با ما میگوید که را باید خالی خوانده شود. پس الى الطیر. خوب الى الطیر میگویم، رو نمیگویم. خوب نمیگویم طیر. خوب و بعدا و نعما نصیر. خوب و نعما نصیر گفتم، رو نگفتم. خوب الا نذیر. نذیر گفتم، رو نگفتم. پس این هست حالتی استثنایی را. بعدا حالتی پنجم این است، یعنی این آنقدر دشوار نیست، فقط یک جای قرآن هست که شما باید به یاد بگیرید. فقط در یک جای قرآن در سوره هود آیت 41 را یعنی حرف را باید با ایماله خوانده شود. خب و ایماله را همین هست که باید به جایی که یعنی صدای ا ای او کرده شود ما باید ایماله کنیم، یعنی که ا بگوییم. و همین صدای ا در زبان عربی یا اینکه در زبان عربی نه، در همین قرائت امام حفص عن عاصم و عموما یعنی از جهت حرکت ها وجود ندارد. یعنی از جهت حرکت دیده نمی شود که ما چطور ا بگوییم، چون که در زبان عربی چنانی که میدانید یا ا یا ای یا او هست یا اینکه یعنی مد هست، ا ای او. هیچ وقت وجود ندارد. مثلا در زبان تاجیکی ا داریم. خوب اما یعنی در یک جای قرآن همین صدای وجود دارد که در کلمه مجریها می باشد. خوب در اینجا ببینید این خیلی یعنی یک نقطه، اگر نشونیده باشید خیلی یک نقطه یعنی جالب هست. پس در اینجا ببینید وقال کبو فیها بسم الله مجریها و مرساها. خوب این یعنی آیتی که من برای شما پیش میکنم یعنی از خطی عثمانی هست و در خطی عثمانی چنانی که شاید اهمیت بدهید در اینجا چیست؟ علامتی چارکنجه رو در اینجا گذاشتن که اشاره کنن، یعنی که در اینجا یکم خیلی علامتی نیست که به صدای اشاره کنند و عموما وقتی که این خیلی یک علامت رو میگذارن در یک طرفی همون صحیفه می نویسن که ایمالت را، یا مثلا می نویسن که قرأ حفص بی ایمالت را، یعنی امام حفص در اینجا یعنی که ما پیروی امام حفص را نمی کنیم، پیروی فهماندنی و فهمیش امام حفص را می کنیم که امام حفص وقتی که نظر می کند بیان دلایل همین بخش با یعنی قرآن و سنت با یعنی عملهای علمای سلف، از همین سبب یعنی یک حکم پیش میکند، یعنی اولا در همین بخش تخصص میکند، یعنی که یک مهارت پیدا میکند و یعنی از استادانش به تابعین و صحابه وقتی که بر میگردد در همین جا بعد میگوید که همین یک روایه آمده است از صحابه ها، یک روایه آمده است از صحابه
از پیامبر صلی الله علیه و سلم که در اینجا همین خیلی باید خونده شود. یعنی که در این فن هم سند وجود دارد و ما از سلفی صالح، از علمای قدیم، از پیامبر صلی الله علیه و سلم این احکام رو میگیریم. این خیلی یعنی یکم کس این رو از طرف خودش پیش نکرده است. خب این خط عثمانی هست و این دوم در پایانش که میبینید یعنی قرآنی تجویدی هست. این رو من از همان قرآنی که 13 خطه می باشد، خطش دیگر می باشد و عثمانی نمی باشد، اما خطی یعنی هندوستان و جنوب افریقا و غیره می باشد. در اینجا چطور یعنی اشاره میکنند به همین ایماله را، این خیلی چی میمونند؟ یعنی یک علامتی گویا کسره یا مد کسره میمونند. خوب در اینجا علامتی یعنی یا الف مقصوره اگر خواهید مد کسره میمونند، یعنی کسره ای که باید مد کرده شود. خوب این را مد فتحه گفته میشود و مد کسره. پس در اینجا این علامت را میگذارند و در اینجا این علامت را میگذارند. یعنی مقصد این علامت نیست، مقصد چیست؟ صدا و طرز تلاوت. پس در اینجا یعنی فقط به یاد بگیره که در اینجا باید ای تلفظ شود. خوب یک بار دیگر وقال اركبوا فيها بسم الله مجریها. خب من در اینجا نگفتم مجراها، نگفتم مجریها و یعنی ظاهر از روح نمی شود، یکم خیلی علامت در اینجا نیست برای پیش یا ضمه. پس میگویم مجریها. خوب اکنون 3 حالت های استثنایی. تا اینجا درس خیلی آسان هست، یعنی خیلی از جهت فهمیشش یعنی راست و ظاهر هست، واضح هست. 4 نقطه رو من برای شما تا حال پیش کردم. این یعنی حالتی پنجم فقط یک جای قرآن هست، پس آنقدر با خواندن این حکم ضرورت نمی شود. فقط می توانید که در همین سوره هود را در یعنی مصحف های خود پیدا کنید، در همون جا یکم خیلی کاغذ یکم خیلی اشاره رو بگذارید. شاید حتی در یک طرفی صحیفه قرآن مصحف شما نوشته باشد که در اینجا یکم علامت باشد که قرأ حفص بإمالة را، مثلا در همون جا یک اشاره رو بگذارید که هر وقتی که مثلا یعنی در دوران تلاوت کردن قرآنتان هر روز وقتی قرائت میکنید، در تمام سال وقتی قرائت میکنید به همین جزء و به همین سوره وقتی که میرسید، بعد یعنی اگر فراموش کنید تا آن وقت یک یادداشت در آنجا هست که در اینجا با ایمیل خوانده می شود. خوب اما بغیر از این حکم پنجم 4 حکم را من برای شما پیش کردم. یکم این است که خودی را نظر کرده می شود وقتی که را متحرک و مشدد باشد. دوم وقتی که را ساکنه باشد حرکتی پیش از را نظر کرده می شود. سوم این هست که اگر حرکتی پیش از را نیز ساکنه باشد حرف سوم رو نظر کرده می شود، الا که اگر پیش از را یا باشد که این حکم 4 هست. خب امیدوارم که تا اینجا خوب فهمیدید. از شما همین خواهش است که همین قدر را اولا خوب در ذهن خود جای بدهید، بعد به این بخش نو بگذارید که این 3 حالت های استثنایی هست. خب و بیشتر از این 3 حالت های استثنایی هم بعضی احکام هست، اما در این درس ابتدایی من به آنها نمی درایم، به همین 3 تا رو پیش میکنم. بعد میبینیم که شیخ ایمن سوی کدام مثال ها را آورده است و انشالله درس رو در همینجا بعد تمام میکنیم. 3 حالت های استثنایی این معناش همین هست که این 4 قانونی که شما آموختید، بعضی حالت ها هست که گرچند که این قانون ها به جای می آیند، اما یعنی همین قانون ها رو پیروی نمی کند حرفی را در این حالت. خب پس نظر میکنیم یکم اگر کسره پیش از را در کلمه پیش از او باشد، یعنی که اگر خودی را قلم را بگیرم، پس اولا ببینیم که در همین آیت را در کجا می آید؟ در اینجا می آید. این از حرفی رای ما و میبینیم که بالای را چیست؟ ساکن هست. من به شما گفته بودم که در مصحف عثمانی یعنی علامتی سکون به این به مانند همین می آید. پس این هست، یعنی در اینجا رای ما در اینجا ساکن هست، یعنی ساکنه هست. وقتی که خودی را ساکنه باشد ما چی باید بکنیم؟ باید حرفی که پیش از را هست و اگر پیش از او نباشد پیش از او را نظر کنیم. پس شاید در اینجا شما گمان کنید که در اینجا چون که الف
چیست؟ ساکن هست، یعنی الیف وصلی هست. اصلا بالای الیف در خط عثمانی در قرآن مصحف عثمانی این خیلی یک علامت می آید و این اشاره میکند که در اینجا الیف وصلی هست. نمیدانم برای چی این خیلی شد. خب الیف وصلی هست، یعنی که الیف باید در اینجا تلفظ نشود. پس یعنی به مانند سکون هست. پس این الیف را هم نظر نمیکنیم. پیش از الیف را میبینیم که میم مکسور، یعنی میم مکسور هست، یعنی که کسره دارد. پس شاید شما گمان کنید که در اینجا چون که میم کسره دارد ما باید را خالی بخوانیم، اما این حالت استثنایی هست، چون که در اینجا میبینیم که کسره در کلمه پیش از کلمه هست که در آن کلمه را هست. یعنی که یک قانون دیگر همین است که کسره که پیش از را هست باید در عین کلمه باشد. اگر در همان یک کلمه نباشد، در کلمه که پیش از او کلمه جدا اگر باشد، را خالی خوانده نمی شود، را پر خوانده می شود. پس در اینجا بجایی که امیر تابو من میگویم امیر تابو. خب دوم حالت استثنایی، اگر بعد از را ساکنه حرفی مستعلیه باشد، این یک حالت دیگر هست. پس در اینجا نظر کنید، این است حرفی را و پیش از حرفی را چیست؟ قاف. خب و شاید شما چون که میبینید که را خودش ساکنه هست، خب من در اینجا خودی را ساکنه هست، پیش از را نظر میکنم که کسره هست. پس در اینجا شاید گمان کنید که من چون که در اینجا قاف کسره دارد من را خالی میخوانم، اما این طور نیست، چون که در اینجا یک حالت استثنایی هست و این حالت همین است که بعد از را اگر ببینید حرفی مستعلیه هست، یعنی که حرفی پر هست. اینجا تا حرفی پر هست. خب پس از سبب همین حرفی تفخیم یا حرفی استعلا باید این را پر خوانده شود. به جایی که بگوید قیر تا سین، ما باید بخوانیم قیر تا سین. خب ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس. خب این هم یک حالت استثنایی هست. و حالت سوم این هست که اگر کسره اصلی نباشد، یعنی کسره عارضی باشد، کسره عارضی. خب این کلمه تجویدی و عربی هست، عارضی. خب عارضی باشد، یعنی که همه وقت یعنی در آنجا نباشد، بعضی وقت از سبب قرائت یا اینکه تلاوت، سهولیت تلاوت در آنجا یعنی گذاشته می شود یا در آنجا تلفظ کرده می شود. مثلا این آیه سوره فجر رو نظر کنید. این آیه یعنی از همین خل سر می شود. در اینجا هم یک وقفه بود، آیتی پیشتر بود. پس همین آیه از همین کلمه سر می شود. پس آیا این کلمه رو ما فتحه، یعنی در اولش می بینید که یعنی الیف وصلی هست. خب این الیفی وصلی هست، همین خیلی نیست، بالایش این علامت هست. از این سبب ما میدانیم که این الیفی وصلی هست، یعنی که گویا که الیفی ساکنه هست، یکم خیلی حرکت ندارد. خب و این رو شما انشاءالله در بخش عربی در احکام امر یاد میگیرید که برای چی این خیلی الیفی وصلی می باشد. و اینجا شاید شما گمان کنید که من این را ارجعی بخوانم، ارجعی بخوانم، ارجعی بخوانم. اینجا سوال خلق می شود. جواب این را عموما یعنی از جهت عربی آدم حاصل می کند که از جهت فعل های امری عربی آدم می داند که باید آیا با ضمه بخواند یا اینکه با کسره. خب و در یعنی بعضی فعل ها حتی با فتح هم خوانده می شود. اما یک قانون آسان تر را من برای شما همین را می گویم که زیادی وقت این حرف میانگی را نظر کرده می شود، یعنی که حرفی که بعد از را در اینجا می آید وابسته به همین حرفی میانگی، یعنی در اینجا را، جیم، عین حرفای اصلی هست، راجعه. خب و حرفی که در مابین هست جیم هست. همین رو نظر میکنید که حرکت جیم کدام هست؟ کسره. پس در اینجا هم باید کسره بخونید. کسره نوشته نمی باشد و شما خودتان هم نمی نویسید، اما از جهت تلفظ میکنید. پس در اینجا کسره چی شد؟ کسره عارضی هست، کسره اصلی نیست. یعنی که در اصل در اینجا
حتی الف هم، الف وصلی هم، همزه وصلی هم باید در اینجا وجود نداشته باشد. اما تا آن که آدم یعنی بتواند که در اینجا قرائت کند و یعنی فعل های امری همین طور هستند برای آن که یعنی تلفظ شود، چون که حرفی اولی در این کلمه اصلا را هست، رای ساکنه، اما چون که کلمه را از سکون تلفظ کردن نمی شود، برای همین هست که پیش از حرف ساکنه الفی یا اینکه همزه وصلی را گذاشته می شود تا اینکه در وقت تلفظ کرده شود. پس در اینجا هم این کسره اصلی نیست، یعنی که همه وقت در اینجا نیست و همه وقت ذاتاً در اینجا وجود ندارد، فقط از سببی بیرونی، از سببی عارضی یعنی در اینجا تلفظ کرده می شود. خوب، پس از این سبب چون که در اینجا کسره آمده است، را خالی خوانده نمی شود، را باز هم باید پر بخوانیم چون که کسره اصلی نیست، کسره عارضی هست. و اگر سوالی شما همین باشد که ما چی طور فرق کنیم که کسره عارضی یا اینکه کسره اصلی هست، برای حال همین قدر بدانید که عموما وقتی که در اول آیه این خل همزه وصلی یا الف وصلی وقتی که می آید با همین علامتی که در اینجا من به شما اشاره کردم، خود الف یعنی که حرکت نداشته باشد، یعنی در اینجا کسره عارضی هست. خوب، و چی طور باید فهمید که بالای همزه وصلی کدام حرکت می آید؟ همین حرفی مابینگی را نظر کرده می شود. انشاءالله در بخش فعل های امری بیشتر و بیشتر می فهمید. پس این شد 3 حالت های استثنایی. خب عموما شاگرد وقتی که این 5 قانون های اولی را می آموزد خیلی براش آسان، خیلی می فهمد. بعد همین 3 حالت های استثنایی را من درس می دهم، همگی بعد سرگم می زند، میگه که همش الدرش شد، چون که تا حال همش واضح بود، اکنون همش الدرش شد. انشالله خواتین نشوید. اگر خواهید که قانونهای را خوب بفهمید، اولا من برای شما همین یعنی توصیه رو میدهم که همین 4 قانونهای اولی را خیلی خوب بدانید. برای قانونی پنجم یک اشاره بگذارید با مصحف‌های خود و این 3 حالت‌های استثنایی را تا وقتی که 4 حالت‌های اولی را نآموختید، 3 حالت‌های استثنایی را نآموزید. خوب، چون که این حالت‌ها هم خیلی یعنی کم پیش می آیند، اونقدر زیاد پیش نمی آیند وابسته به 4 قانون‌های اولی. خوب، اکنون یعنی تیزکک می بینیم که شیخ ایمن سوید چی یعنی مثال ها را آورده است در کتابش. شیخ ایمن سوید این خیل چنانی که من تقسیم کردم به 4 اقسام و 4 احکام این خیل نمی کند. همین خیل از اول حالتی که را مفتوحه باشد، مضمومه باشد، این خیل مکسوره باشد، همین خیل همش را یعنی یک پس از دیگر میگوید و مثال می آورد. اما من فکر میکنم که وقتی که تقسیم کرده می شود این خیل در ذهن بهتر می ماند. اما به هر حال حالت های تفخیمی را علاقه ما همه اینها را یاد گرفتیم، فقط همین خیل از برای فایده در اینجا هم نظر میکنیم. وقتی که را مفتوحه باشد، رمضان، را نمیگویم رمضان نمیگویم رمضان. خوب، وقتی که خودی را ساکنه باشد، ساکنتن، و پیش از او مفتوح باشد، مثلا در اینجا ساکنه هست، پیش از همین فتحه هست، در اینجا هم تفخیم و را می شود، یعنی که پر خوانده می شود. مریم نمیگویم مریم نمیگویم مریم. خوب، إذا سكنت الراء وقبلها ساكن غير ياء وقبله مفتوح. در اینجا علاقه همین استثنایی یا رو در عین وقت پیش میکند. میگوید که وقتی که را خودش ساکنه باشد، پیش از را هم ساکن باشد، یعنی حرفی ساکن باشد، پیش از یعنی حرفی سوم را نظر کرده می شود و اینجوری میگوید که حرفی دوم یا نیست، حرفی سوم را در آن حالت نظر کرده می شود و وابسته بر حرکتی همون حرفی سوم یعنی حکم داده می شود. در اینجا اصلا والعصری هست. خوب، در قرآن این خیل نمی بینید سکون رو در اینجا، اما چون که ما وقفه میکنیم میگوییم والعصر. خوب، و در اینجا هم باید را پر خوانده شوند، والعصر. خوب، نمیگویم والعصر. خوب، را خالی نمیکنم. وقتی که را خودش ضمه داشته باشد، کفرو نمیگویم کفرو. بعداً پنجم وقتی که ساکنه باشد و پیش از او ضمه باشد، قرآن. خوب، نمیگویم
قرآن. در اینجا وقتی که را ساکنه باشد، پیش از او ساکن باشد و ضمه باشد. خسر. دیدید؟ سین، یعنی سین رو خالی کردم. این مثال رو من با شما دادم. اکنون در اینجا حالتهای استثنایی رو بعد می آورد و در همین جا یعنی کمکک تفصیلات بیشتر هست. میگوید که وقتی که را ساکن باشد و پیش از را کسره عارضه باشد. کسرتون عارضتون یا اینکه کسره عارضی یعنی یک چیز هست. در اینجا هم باید، یعنی این حالت استثنایی هست و باید در اینجا را باید با تفخیم را خوانده شود. مثلا ارجعوا، این یک آیت دیگر هست. آیتی که من هم پیش کردم همون هم درست هست. ارجعی. خب در اینجا ارجعوا. در اینجا هم الذي ارتضى. خب پس در اینجا هم پر. و آخران اذا كانت راء ساکنه قبلها مکسور، دیگه را خودش ساکنه باشد و حرفی که پیش از را هست کسره داشته باشد، اما حرفی بعد از را وقتی که پر باشد حرفی استعلا باشد، باید را پر خوانده شود. این هم همان حالت استثنایی که من با شما پیش کردم. و ارصادن، نمیگویم ایر و ارصا، میگویم و ارصادل لیمن. خب در اینجا قیر نمیگویم، قرطاس. در اینجا فرقه نمیگویم فیر. خب و بعدا حالت های ترقیق را مثال ها را می آورد. خب میگوید که این در اینجا 4 وقتی که را مکسور باشد کریم، ریحون، کریمون، نمیگویم کریمون و ریحون. خب و دوم وقتی که را ساکنه باشد پیش از همین را کسره اصلی باشد، خب یعنی کسره عارضی نباشد و بعد از این را یعنی حرفی استعلا نباشد، یعنی که این حالتی استثنایی را یعنی چی میکند؟ استثنا میکند. میگوید که این حالت های استثنایی باید نباشد. یعنی که آسان اگر کرده بگویم را هست، ساکنه هست، پیش از را نظر میکنیم کسره هست، را خالی خوانده میشود. فیر نمیگویم فیر، فرعون. خب سوم اذا كانت راء اذا سكنت راء وقبلها ساكن غير مستعل، وقتی که را خودش ساکن باشد و پیش از را هم حرفی ساکن باشد و حرفی ساکنی که حرفی استعلا نباشد و پیش یعنی حرفی سوم را نظر کرده می شود و در این حالت را یعنی با ترقیق خوانده می شود. حجر. خب حجر نمیگویم، حجر. قادیر میگویم، قادیر نمیگویم. چهارم اذا سکنت راء و سبقت بیای لین. خب این یک حالت دیگر هست، اما در اینجا میگوید که اگر یای لین بیاید یعنی حرفی یا بیاید، در اینجا هم باید را خالی خوانده شود. خب لین من انشالله برای شما در یکم درس دیگر میفهمانم و همین من چطوری که برای شما ساده فهماندم همون را در فکرتان بگیرید. خب خیر میگویم، خیر نمیگویم. لا ضیر میگویم، لا ضیر نمیگویم، پر نمیکنم. خب پس این بود تمامی قانون‌های حرفی را. امیدوارم که خوب فهمیدید. اگر از این مثال‌های یا این صحیفه‌های تجوید المصور اگر نفهمیدید کمترک دشوارتر هست، چون که آنقدر اقسام نیست در این صحیفه ها. همین صحیفه هایی که من برای شما نوشتم خیلی خوب هست برای ابتدا کننده. انشاءالله برای همین ها را استفاده کنید. خب اکنون انشاءالله درس در همین جا به انتها میرسد. میگذاریم به مشق درس و بعداً سوال ها اگر داشته باشید سوال های خود را حتما بکنید. خب سوال یکم همین است که تفخیم و ترقیق چی را گفته می شود؟ تفخیم یعنی قفز خوندن، ترقیق باریک خوندن را گویند. درست، ماشاءالله. یک سوال دیگر از شما، حرفای تفخیم به یاد دارید؟ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. بهترین. خب سوال دوم همین هست که حرفی رای متحرک با تفخیم یا ترقیق خوانده می شود.
ҳарфи рои мутаҳаррик ба ҳаракаташ нигоҳ карда ба ӯ қонун медиҳем. Агар дар болояш фатҳа ва ё домма бошад, тахфим хонда мешавад ва агар касра дошта бошад, тарқиқ хонда мешавад. Борик. بهترین ماشاءالله احسنتی. سوم همین است که در حالتی که رای ساکنه باشد چی باید کرد؟ ҳангоме ки ҳарфи ро сокина бошад, мо нигоҳ мекунем ки ҳарфи пеш аз худаш будагӣ, яъне ки ҳарфи қаблӣ бо кадом ҳаракат аст, ё ин ки охире ки фаҳмондед, нигоҳ мекунем баъди ҳарфи ро кадом ҳарф аст, яъне ки ҳарфи истиъада аст ё ки на. ҳамон ҳолат баъд тарзи дурусташа талаффуз мекунем. بله درست گفتین. در حالتی که رای ساکنه باشد و پیش از او هم ساکنه باشد چی باید کرد؟ در حالتی را ساکن باشد پیش از او ساکن باشد ما سیم حرف نگاه میکنیم در کدام حالت است. فتحه باشد قوس خوانده می شود، کسرا باشد باریک خوانده می شود، ترقیق خوانده می شود، یا خب. دومه باشد تفخیم خوانده می شود. در کلمه والفجر من چون که وقف میکنم در اینجا را رو من پر بخونم یا خالی؟ در این حالت تفخیم میخونیم، قوس میخونیم. خب درست، جزاک الله خیرا. بهترین. اکنون سوال پنجم، چند حالت های استثنایی هست؟ یعنی در همین درسی که من فهموندم چند حالت های استثنایی هست؟ خب یکم حالت استثنایی اگر پیش از حرف را هم و کسره عارضه باشد، در این حالت یعنی که استثنا می شود، را تخفیم خوانده می شود. بهترین، درست. این یک حالت شد. بهترین. یکم کسی دیگر یا اینکه یعنی اگر شما خواهید دوام بدهید میتوانید دوام بدهید انشاءالله. حالت دومش چیست؟ قرطاس مثلا. و وقتی که استاذه یای ساکنه می آید را باری خوانده می شود. خب این درست، بله. اما از حالتهای استثنایی که در آخر آمده بود در آنجا یعنی دو تای دیگر بود، یا هم درست هست، یعنی یک حالت استثنایی هست از حالت سوم و چهارم. وقتی که حرفای استعلا می آید کسره هم داشته باشد ما را قوس می خونیم. مثلا اگر قرطاس باشد همین مثال می شود. بله اینجا قرطاس ما را قوس می خونیم اینجا. بله درست گفته، چون که تا می آید چون که گفته حرف استعلا هست. و یک تای دیگر آخرانش کسره عارضی رو گفتیم، حرف استعلا رو گفتیم. در حروف هست که پیش از حرف رو، یعنی که کلمه پیشینه است. بله درست، بهترین. یعنی که چون که کسره فوراً در همون کلمه نمی آید پیش از را، در کلمه که پیش از او جدا هست، فاصله هست در بینشان، یعنی تأثیر نمی کند، استثنا می شود و در اینجا هم ما باید را پر بخوانیم. ربیرحمهما. خب بهترین. و ایماله را چیست؟ یکم کسی که جواب نداده باشد یک بار بگوید. اینجا را رنگی که ای میخونه. بله درست. یکم کس با یادش هست که در کجا من گفتم این وجود دارد؟ در سوره اینم گفته در کلمه این مجره. بله درست. این در کجای قرآن هست؟ در سوره هود. بله سوره هود آیه 41. خب بسم الله مجریها و مرساها. بهترین. درسی امروزه رو در همینجا یعنی میگذاریم. درس در همینجا به انتها میرسد. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حالا من با کسانی که وقت دارن با آنها تمرین میکنم، مشق میکنم، از شما میشنوم. میبینم که چند وقت شد درس. اگر درس خیلی دور دراز شده باشد انشالله یک دو سه آیت ها رو تمرین میکنیم.